آیا شما دنبال وظیفه هستین و CV خود را به سازمان‌های گوناگون ارسال کردین اما نتیجه مثبت دریافت نکردین؟ آیا شما در این فکر هستین که چگونه ما استخدام شویم و معیارهای استخدام شدن کدام ها می باشد؟ آیا شما درباره این فکر کردین که به خاطر استخدام شدن باید ما چی کارهای و کدام پلان‌ها را داشته باشیم تا در بهترین وقت و کمترین زمان ما بتانیم صاحب وظیفه شویم؟ اگر میخواهید که همچون موارد را بیاموزید و صاحب کسب و کار شوید در یکی از سازمان‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، پس در ادامه ویدیو با ما باشید. سلام، خسته نباشید. با امیدی که جور و صحتمند باشید. به چپتر میدیا خوش آمد. شاید دوستان عزیز شما اکثرا که این ویدیو رو تماشا میکنند شرکت در امتحان‌های و یا مصاحبه‌های کاری داشته باشید. برای بعض ما شیرین بوده و برای بعض ما تلخ است. برای کسان شیرین است که برشان زنگ زده میشه که بیاین شما است، اما برای کسانی که زنگ زده نمیشد امرای خود همیشه در این فکر هستند که چرا ما استخدام نشدم. آیا ما واسطه نداشتم؟ آیا باید به خاطر استخدام شدن باید یک پارتی یا یک واسطه داشته باشم؟ آیا ما معیارهای استخدام شدن را تکمیل نکردم؟ نه خیر دوستا، چنین نیست. شما باید تب و تلاش داشته باشین. خداوند مهربان است. ما برای شما بهترین ویدیو را میسازیم تا که شما صاحب کسب و کار شوید. در ادامه ویدیو برای شما تشریح میشه که کدام معیارها را داشته باشین تا در بهترین وقت و بهترین امکانات شما صاحب یک وظیفه خوب شوید. خب دوستان عزیز، یک به یک اونا را ما تشریح میکنیم. اولین و اساسی ترین موضوع به نظر شما چی خواهد داشت؟ خب دوستان عزیز، نظریات بسیار متفاوت است. ما کوشش میکنیم نظر به شرایط کنونی افغانستان و بحث و بررسی موضوع را بگیریم. اولین و اساسی ترین موضوع که در استخدام شدن شما بسیار زیاد نیاز است، شما باید در وبسایت های کاریابی آشنایی کامل داشته باشید. شما باید به هفته یک روز برای خود تعیین کنید، با مان هفته، با مان روز، با مان ساعت تمام سایت های کاریابی را شما بررسی و جستجو کنید. اینکه ما چطور میتونیم کدام سایت ها را بررسی و جستجو کنیم، ما برای شما یک ویدیو ساختیم که در بالا لینکش را گذاشتیم. شما این لینک حتما ببینید، ان شاء الله مو سایت ها را که شما نیاز دارین حتما خود پیدا کنید. برای سایت های شما باید دو نکته بسیار زیاد مد نظر داشته باشید. اول سایت های موساد است یا کارمند شدن در سازمان های غیر دولتی و نیمه دولتی است. دوم کارمند شدن در بستای دولتی است. اگر شما میخواین که در یک از بستای دولتی کارمند شوید، شما باید حتما سایت های وزارت های مربوطه را حتما یک روز شما او را بررسی و چک کنید. اگر شما میخواین که در یک از موساد و خصوصی یا نیمه دولتی یا بین المللی بتونید که صاحب وظیفه شین، شما باید سایت های معتبر و یا همون سایتی که مربوط به مستمش شما او را بررسی کنید. دومین موضوع که بسیار زیاد اساس و معیاری است برای استخدام شدن شما این است که شما باید مهارت های عمومی را یاد داشته باشید. خب دوستان عزیز، به نظر شما مهارت های عمومی بسیار زیاد بیاید، اما ما چندین نوشه به شما قلمداد کردیم که در استخدام شدن شما بسیار نقش اساسی خواهد داشت. اولین و اساسی ترین موضوع است در مهارت های عمومی که شما باید تسلط کامل به زبان دری، پشتو و انگلیسی داشته باشید. امروز اگر شما بر سه زبان تسلط کامل داشته باشید، شما به بهترین وجه و به نزدیکترین روزها استخدام خواهد شد. دومین مهارت که بسیار زیاد اساسی است، شما باید با پروگرام‌های مختلف کامپیوتر آشنایی داشته باشید. مانند پروگرام‌های آفیس، ورد، اکسل، پاورپوینت، اکسس بسیار زیاد مهم است. اگر بحث از مهارت‌ها شد، شما باید تایپ هم یاد داشته باشید. به خصوص تایپ دری با پشتو بسیار زیاد مهم است. شما باید با تایپینگ آشنایی کامل و اساسی داشته باشید. سومین موضوع که بسیار زیاد نقش در استخدام شما دارد، شما باید CV خود را بسیار خوب و اساسی جور کنید. با خاطر جور کردن CV با شما سه معیار مد نظر. معیار اولی است که شما باید در CV خود غلط املایی نداشته باشد، یعنی یک غلط املایی باعث میشه که کارفرما شما را استخدام نکنه. دوم، در CV شما باید صفحه‌ای را بسیار خوب، مقبول، اساس دیزاین کنید، نه که بسیار از رنگ برنگ مثلا 5 6 رنگ در CV خود استفاده کنید. مناسب است که از رنگ آبی بیشتر شما در CV خود استفاده کنید. سومین موضوع که بسیار زیاد در CV شما نقش داره عبارت از تجربه کاری شما است. خب دوستان عزیز، شما شاید مثلا نوکار باشین، تجربه کاری نداشته باشین، مهم نیست. اگر شما در درس‌های کاریابی کار کرده باشین، مثلا مهارت‌ها رو یاد داشته باشین، شما میتونید که در تجربه کاری خود ذکر کنید.
حتما باید اگر تجربه کاری کم دارین، اگر زیاد دارین، بر 6 ماه است، بر 1 هفته است، بر 1 سال است، شما حتما باید در تجربه کاری خود در بخش سیوی آن را ذکر. چهارمین موضوع که بسیار زیاد اساسی و بنیادین است که شما باید با آن توجه خاص داشته باشین، عبارت از آزمون یا امتحان بستای دولتی و موساد است. شما باید چگونه معیارها و اساسی را باید یاد داشته باشین تا که در امتحان کامیاب و حداقل نمره کامیابی را به دست بیارید. باید برای امتحان شما چند چیز آمادگی داشته باشین. اولی است که شما باید لایحه وظایف خوب بخوانید. یعنی اگر یک بحث در موساد یا در سازمان‌های دولتی به اعلان گذاشته میشه، حتما لایحه وظایف داره که در لایحه وظایف بر شما تشریح داده میشه که وظیفه شما چی است، مسئولیت‌های شما چی است و سطح تحصیلات و مهارت‌ها رو باید شما کدامش یاد داشته باشید. دومین موضوع که در بستای دولتی نیاز است که شما باید یاد داشته باشین عبارت از قوانین مربوطه است. اگر شما در وزارت‌های معادن یا وزارت مالیه یا هم با وزارت‌های همچون معارف امتحان میتین، باید قوانین آن را بررسی کنید. مثلا یک بحث است عنوان قراردادهای مالیاتی. شما باید اول برین قانون مالیات برای داتا مطالعه کنید، قراردادها را قوانینش مطالعه کنید که برای شما بسیار زیاد کمک میکنه به روز امتحان. اگر شما میخواید که در امتحان دولتی کامیاب شین، شما باید کتاب اصلاحات اداری را حتما مطالعه کنید، چون که 2 سوال یا 3 سوال حتما در هر رشته که شما باشین از کتاب‌های اصلاحات اداری برای شما میاره سوال، مانند تعریف کردن مدیریت، قوانین مدیریت، لایحه وظایف، مثلا وظایف مدیریت، کمیونیکیشن، انواع مختلف سوالات است که در کتاب‌های اصلاحات اداری شما میتونید که پیدا و بررسی کنید. خب دوستان عزیز، در روز امتحان یاد شما باشه همراه خود کاپی تذکره‌تان حتما داشته باشین. یک قلم اضافی بسیار زیاد مهم است. اگر پنسل هم داشته باشین و نور علی نور است. خب دوستان عزیزی بود برنامه هفته ما. خدا کنه که خوش شما آمده باشید. دوستان عزیز، باید شما باشد نظر به شرایط کنونی کشور ما کار پیدا نمیشد، باید کار ساخت. با خاطر اینکه شما بتانید صاحب کسب و کار خوب باشید، ما چندین ویدیو برای شما ساختیم. حتما پلیلیست ما را بررسی کنین، ببینید انشالله که یک وظیفه خوب به نظر شما باید پیدا کنید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار شما باشد. دوستان عزیز یادتان باشد که سابسکرایب یادتان نرود و علامه زنگوله را حتما فشار بدین. منتظر نظریات شما عزیزان هستیم.